ولی کدام در نظام اسلامی کفار و اغیار چرا متوجه خصوصا دمی امر بالمعروف نهی عن المنکر هستند؟ آنها تاریخ را مطالعه کردند و میدانند در کدام نظام اسلامی یاد میشه در داخل نظام اسلامی امر بالمعروف نهی عن المنکر سرتاسری کشور یک تشکیل کلیدی وجود داشته باشه و برای همین وزارت به نام محتسبین تشکیل شده و نوزاده وزارت هست و تشکیلات در هزارها رسیدن، چه در نظامی ارگانا، چه در ملکی، چه در اماراتی ارگان ملکی، این تا ولسوالی تشکیل دارند. آنها مطالعه دارند اگر امر بالمعروف نهی از منکر همین تو ارتقا و تدریجا در طرف ارتقا رفتار میکنن و منظم میشن و مضبوط شون، فارم اقرار میکنن که نظام اسلامی مضبوط خواهد شد و کفار نظام اسلامی را سرتاسری جهان نمیخواهند و در کدام نظام امر بالمعروف نهی عن المنکر وجود نداشته باشه خدا نخواسته آنها را نظام اسلامی گفتن نمیتونه. نظام اسلام آن نظام را کوتاه میداند. نظام اسلامی نیست آن نظام، برای نام نظام اسلامی است، در حقیقت نیست. چرا؟ در کدام نظام که به نام نظام اسلامی باشه شراب نوشی آزاد، شما علما آن نظام اسلامی گفته میتونیم؟ و در کدام نظام زنا بر علاوه بر ملا مستقل کلب ها جور شده بودن؟ اگر زنا خدا نخواسته جاری و ساری باشه آن نظام را ما نظام اسلامی گفته میتونیم؟ و در کدام نظام قماربازی آزاد است و جواز هم میگیرن آن نظام را ما نظام اسلامی گفته میتونیم؟ نه خیر. و در کدام نظام بی‌حجابی و بی‌ستری با جرأت ادامه داره؟ خانم ها اونا بی‌ستری میکنن، هر وجود شاهدی میته، هر اندام که ما همین جا هستیم و میگن که ما مسلمان هستیم و در تاریخ و اسلام هم آبا و اجداد مسلمان بودن. جرس متوحدت و اهتزاد را غلیده